دیروز برای اولین بار خادمانی فرودگاه کابل 60 تن میوه و سبزوات و داروواری را توسط هواپیما به هندوستان فرستادند. مقامداران افغان میگویند همین طریق مال و کالای برابر به 5 میلیون دلار برای هوایی بدون عبور قلمرو پاکستان به هندوستان رفت و آمد خواهد کرد. در مراسم بوتنتنه افتتاح خط سیر افغانستان و هندوستان پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اشتراک داشت. امروز این کوریدور تنها به ذات خود مهم نیست. طریقی که کوریدور ایجاد شد طریقی است که باید سکتور خصوصی، دولت و متخصصین ما با هم کار کنیم که به صورت ضربتی و زنجیری ما مشکلات به فرصت بدل کنیم. شرکت‌های هندی اثنای بازگشت هواپیما مواد خام را برای کارخانه‌های افغانی و داروواری را برای مردم این کشور میبرند.